سلام دوستان، امین هستم و به ششمین قسمت از کورس آموزشی پیور ICT خوش اومدید. تو این قسمت می‌خوایم بپردازیم به مارکت استراکچر شیفت، تفاوتش با لیکویدیتی سویپ، CIST و کلاً الگوهای ریورسال. و از اینجا به بعد قراره که یکم مطالب به سطح حرفه‌ای‌تری کشیده بشه. پس حتما قسمت‌های قبلی رو چند بار دیده باشید و بعد سراغ این ویدیو بیایید. قبل از هر چیزی ویدیو رو حتما لایک کنید، چنل رو اگر سابسکرایب نرید سابسکرایب کنید که بعد از آپلود ویدیو جزو اولین ویورها باشید. بریم سراغ ویدیو. اول میخوایم بپردازیم به مارکت استراکچر شیفت یا تغییر ساختار بازار. تغییر ساختار بازار خیلی مهمه چون بهمون نشون میده که ساختار داره از حالت صعودی به نزولی یا از نزولی به صعودی تغییر میکنه. اولین چیزی که قراره بررسی کنیم دیسپلیسمنته و اینکه چطوری درک درست ازش میتونه کمک کنه تغییر ساختار بازار یا مارکت استراکچر شیفت رو شناسایی کنیم. حالا دیسپلیسمنت چیه و چرا باید ما بلدش باشیم؟ دیسپلیسمنت یعنی حرکت تهاجمی در بازار. قیمت سرعت خیلی بالایی داره، کندل ها فول بادی ان، حجم بالاست و دیسپلیسمنت میتونه با یک کندل یا چند کندل اتفاق بیفته. مثلا توی این بخش چارت میبینیم که قیمت به یک سل ساید لیکویدیتی رسیده. بعد از سویپ این سل ساید لیکویدیتی میبینید که با دیسپلیسمنت قیمت حرکت کرد، یعنی با سرعت زیاد و کندل ها فول بادی هستن. نکته‌ای هم که راجبشون وجود داره، معمولا FVG داخل لگشون دارن. به این صورت میبینید که اینجا بعد از این دیسپلیسمنت یک FVG واسه ما ساخته شد. پس این FVG میشه چی؟ همون نشونه دیسپلیسمنت ما. حالا مارکت استراکچر شیفت چیه؟ همونطور که توی این مثال داریم میبینیم قیمت بعد از زدن سل ساید لیکویدیتی با دیسپلیسمنت بالای آخرین سوینگ ما کلوز میده. این آخرین سوینگیه که قیمت واسه ما درست کرده. یک های، دو تا هایر لو پایین ترش. یعنی اگر بخوایم عدد بذاریم این میشه یک سوینگ بریش، این میشه دو، همون زدن سل ساید لیکویدیتی، و این هم میشه سه که میشه کلوز قیمت بالای آخرین سوینگ بریش ما. به این صورتی که دقیقاً اینجا اتفاق افتاده. میبینید؟ این میشه مارکت استراکچر شیفت یا تغییر ساختار بازار. این یک الگوی ریورساله که هر روز توی مارکت اتفاق میفته و کار میکنه. در مثال بریش هم به این صورت قیمت به یک بای ساید لیکویدیتی میرسه، اون رو سویپ میکنه، این ناحیه سویپ ماست. بعد از اینکه سویپ اتفاق افتاد قیمت با دیسپلیسمنت میاد زیر آخرین سوینگ لوی که قیمت ساخته کلوز میده. یعنی این میشه یک سوینگ لو ما، این میشه دو لیکویدیتی سویپ ما و این میشه سه یا همون کلوز با دیسپلیسمنت پایین آخرین سوینگ بولیش که برای ما مارکت استراکچر شیفت رو میسازه. همونطور که گفتم نشانه دیسپلیسمنت ها FVGه. میبینید که توی این مثال هم برای ما یک FVG ساخته شده و دقیقاً همین FVG ها نقاط ورود ما هستن. ما باید روی اینها ترید کنیم و استاپ خودمون رو بذاریم بالای اولین سوینگی که ساخته شده، یعنی همون سوینگ شماره 2 که یک بای ساید یا سل ساید لیکویدیتی رو سویپ کرده. و این مدل ترید دقیقاً مدل منتورشیپ 2022 مایکله. دوستان نکته بعدی که میخوام بهش بپردازم تفاوت مارکت استراکچر شیفت با لیکویدیتی گربه. میبینید که توی مثال سمت راستی یعنی مثال بریش قیمت با دیسپلیسمنت اومده پایین آخرین سوینگ بولیش ما کلوز کرده، اما تو مثال سمت چپ داریم میبینیم که قیمت کلوزی نکرده و فقط اون رو با شادو زده. این برای ما مارکت استراکچر شیفت نیست و ما نیاز داریم که قیمت حتما بالای آخرین سوینگ کلوز بده. اگر کلوز اتفاق نیفتاد و با شادو بود اصلا شما اون رو نباید ترید کنید. یعنی الان این FVG برای ما قابلیت ترید کردن نداره. دلیلش هم خیلی واضحه، به خاطر اینکه خریدارها اونقدری زور نداشتن که یک کندل فول بادی برای ما درست کنن و کندلی که شادو بلندی داره زیاد به درد ما نمیخوره. کندل های دیسپلیسمنت معمولا کندل هایی با بدنه بلند و شادوهای کوچیک هستن. بریم یه مثال ببینیم از مارکت استراکچر شیفت و تفاوتش رو با لیکویدیتی گرب بهتون بگم. توی چارت 5 دقیقه هستیم و من اگر بخوام به ریورسال فکر کنم
باید قیمت یک بای ساید لیکویدیتی مهم که پریویوس دی های هستش رو واسه من بزنه و بعد به من ستاپ سل بده. بریم ببینیم همین اتفاق میفته یا نه. قیمت شروع به حرکت کرد و برای من یک بای ساید لیکویدیتی رو زد. الان دنبال چی ام؟ دنبال مارکت استراکچر شیفت. خب از کدوم سوینگ باید استفاده کنم؟ از آخرین سوینگ بولیشی که اومده بالاترین های رو برای ما زده. یعنی اگر مارکت رو اینجوری بخوایم ببینیم باید دنبال آخرین سوینگی باشیم که بالاترین های رو واسه ما زده و بعد کلوز زیرش باید اتفاق بیفته. چیزی که من اینجا به صورت چشمی دارم میبینم بهتره که از این استفاده کنیم برای مارکت استراکچر شیفت. الان چیزی که نیاز دارم اینه که قیمت پایین این مارکت استراکچر شیفت با دیسپلیسمنت کلوز بده. همینطور یک FVG هم اینجا داریم که فعلا داره قیمت رو ساپورت میکنه. قیمت اومد های جدید زد. الان باید ناحیه مارکت استراکچر شیفتمون رو عوض کنیم. الان پایین ترین لویی که بالاترین های رو زده اینجا قرار داره. درسته؟ پس الان ناحیه مارکت استراکچر شیفت ما به این صورت باید بشه. الان من میخوام قیمت با دیسپلیسمنت پایین این کلوز بده. همونطوری هم که میبینید اینجا یک سویپ لیکویدیتی دیگه هم اتفاق افتاد. یعنی الان ما برخلاف این بای ساید لیکویدیتی که یک لیکویدیتی در تایم فریم بالا هستش، یک لیکویدیتی در تایم 5 دقیقه هم زدیم که میشه اینجا و این خودش پوینت مثبتیه واسه ما. بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقی میفته. خب اینجا قیمت اومد چیکار کرد؟ یه ایکوال لو برای ما درست کرد. این مارکت استراکچر شیفت نیست. باید با کلوز قوی زیر این خط واسه ما اتفاق بیفته. خب میبینیم که هنوز ما ایکوال لو داریم و قیمت این زیر کلوز نداده. قیمت میره سقف جدید میزنه. الان پایین ترین لویی که واسه ما بالاترین های رو ساخته کدومه؟ همین این. فعلا از همین باید استفاده کنیم چون قاعدتا این میشه. یک سویپ لیکویدیتی دیگه واسه اون اتفاق افتاد. هنوز به ما مارکت استراکچر شیفت نداده. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ آیا میتونیم این رو به عنوان مارکت استراکچر شیفت بگیریم؟ خیر، به خاطر اینکه این واسه ما یک سویپ لیکویدیتیه. این واسه ما مارکت استراکچر شیفت نمیتونه باشه. گفتم باید با کندل قوی زیر این سوینگ کلوز بده. بریم جلوتر. های جدید، پایین ترین لو میشه اینجا. هنوز ما منتظر مارکت استراکچر شیفت هستیم. یه سویپ لیکویدیتی دیگه تو تایم 5 دقیقه اتفاق افتاد که اینجاست. اینا همش پوینت مثبته. خب نکته‌ای که وجود داره اینه که یه FVG هم اینجا داریم به این صورت که برای ما تبدیل به IFVG شد. هنوز مارکت استراکچر شیفت نداریم و نمیتونیم وارد پوزیشن بشیم. هنوز نداریم. اینجا میبینید که قیمت با دیسپلیسمنت واسه ما یک مارکت استراکچر شیفت بریش درست کرد. خب گفتم بهتون چی؟ زمانی که مارکت استراکچر شیفت اتفاق میفته باید ببینیم توی این لگ FVG داره یا نه. اگر FVG داشت میتونیم روش معامله باز کنیم که FVGش هم از نوع VPR هستش. به این صورت معامله خودم رو اینجا باز میکنم. استاپ این بالا، ریوارد 2. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. قیمت به ناحیه FVG برمیگرده و تمام. برای تارگت گذاریتون هم میتونید حالا از لیکویدیتی های سمت چپ مارکت استفاده کنید. مثلا اینجا این یک سل ساید لیکویدیتی بود که ما داشتیم، میتونستیم به عنوان تارگت ازش استفاده کنیم. این دوباره یک سل ساید لیکویدیتی هستش. دوباره این یک سل ساید لیکویدیتی، همینطور این یک سل ساید لیکویدیتی و همینطور این. تمام این نقدینگی ها که به صورت فیلر سوینگ واسه ما هستن، این یعنی این سوینگ نیومده این لیکویدیتی رو بزنه، این سوینگ نیومده این لیکویدیتی رو بزنه، این سوینگ نیومده این لیکویدیتی رو بزنه. تمام اینها که به صورت یک خط روند هم
میشه رسمش کرد، برای ما لو رزیستنت لیکویدیتی ران هستن و هنوز هم میبینیم قیمت هیچ کدوم از اینها رو نزده. پس ما میتونیم معامله خودمون رو تا اینجا هولد کنیم، تقریبا یک ریوارد 3. قیمت برمیگرده یکم و تمام. آخرین ناحیه سلسال لیکویدیتی مون هم زد و دیگه بهتره که پوزیشن رو فول کلوز کرده باشیم. توی مثال بعدی من یک سل ساید لیکویدیتی که لو هفته قبلمون هم هست رو مارک میکنم و اگر بخوام به پوزیشن لانگ فکر کنم، زمانی فکر میکنم که این سل ساید لیکویدیتی زده بشه و به من مارکت استراکچر شیفت و تایید ریورسال بولیش بده. بریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته. میبینیم که قیمت با دیسپلیسمنت زیر این سل ساید لیکویدیتی کلوز داده. پس من تا زمانی که بالای این سوینگ کلوز نکردیم اصلا نمیتونم به لانگ فکر کنم. این میشه ناحیه مارکت استراکچر شیفت ما. ببینیم چه اتفاقی میفته. خب میبینیم که قیمت اومد با دیسپلیسمنت بالای این مارکت استراکچر شیفت کلوز کرد. الان با خیال راحت میتونم به لانگ فکر کنم. اینجا ما یک IFVG داریم. نکته‌ای که وجود داره اینه که یک BPR هم اینجا داشتیم، دقیقاً این ناحیه. خب الان ما داخل این لگ 2 تا FVG داریم. ببینید یه FVG اینجا داریم به این صورت، یه FVG هم اینجا داریم که یه بار قیمت خورده داخلش. الان باید چیکار کنیم؟ این فکر کنم سوال خیلی هاتون باشه. خیلی ها جا میمونید وقتی میخواید مدل 2022 رو ترید کنید. شما اگر 2 تا FVG داخل لگتون وجود داشته باشه، باید روی نزدیکترین FVG ورود بزنید. به این صورت اینجا ورود میزنیم. چون حالا ریسک به ریوارد اینجا یکم به هم میریزه، استاپمون رو میذاریم زیر ناحیه IFVG که داریم اینجا. به نظرم جای مناسبیه. ریسک به ریوارد 1/2. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. معامله فعال میشه، قیمت برمیگرده بک میزنه داخل این FVG. هنوز همه چیز اوکیه. و این هم TP ما. پس فقط از مارکت استراکچر شیفت های استفاده کنید که یه سل ساید یا بای ساید لیکویدیتی مهم رو واسه ما زده باشه. یکم بریم ریزتر بشیم داخل این ترید، ببینیم به چه صورتی میتونستیم بایس رو کامل در بیاریم. ببینید که در نهایت هم بای ساید لیکویدیتی واسه ما زده شده. الان من توی تایم 1 ساعته هستم. بریم تایم 5 دقیقه. تایم فریم 1 ساعته تایم فریمیه که شما باید به عنوان بایستون ازش استفاده کنید. ترجیحاً بایس همون روزی که دارید ترید میکنید. میبینیم که اینجا قیمت اومده یک بای ساید لیکویدیتی رو واسه ما زده و بعد اومده واسه ما مارکت استراکچر شیفت درست کرده به این صورت. این میشه ناحیه مارکت استراکچر شیفت ما. آیا ما باید این رو ترید کنیم به این صورت یا بهتره که تریدش نکنیم؟ همونطور که دیدیم توی تایم 1 ساعته ما پریویوس ویک لو رو زدیم و الان لیکویدیتی بعدی ما میشه این بای ساید لیکویدیتی این بالا. پس زمانی که 1 ساعته بولیش هستیم اصلا نباید بیایید توی تایم 5 دقیقه و برعکس ترید کنید. پس حتما همیشه اول از تایم بالا شروع کنید تحلیل کنید و بعد به تایم پایین بیایید و فقط پوزیشن های در جهت بایس رو بگیرید. میبینید که اگر این ترید رو وارد میشدید نهایتا یک ریوارد 1.1 بهتون میداد که معمولا اکثر وقتا همینم نمیده و بعد به سمت استاپ لاس شما حرکت کرده. چرا؟ چون بایس توی تایم 1 ساعته برای ما بولیشه. حالا بهترین حالت چیه؟ این همون FVG 1 ساعته‌ای بود که روی چارت ما مارک کردیم. قیمت به FVG 1 ساعته برخورد کرده. توی تایم 15 دقیقه اومده واسه ما یک مارکت استراکچر شیفت در جهت روند ساخته.
زمانی که اومده دیسپلیسمنت کرده واسه ما 2 تا FVG ساخته که گفتم همیشه باید روی FVG اولی ورود کنید. به این صورت استاپ رو میذاریم اینجا و میبینید که یک ترید با ریوارد فوق العاده بالا به ما میداده. چرا؟ چون در جهت بایسمون بوده. همینطور اینجا داریم میبینیم که قیمت اومده یک مارکت استراکچر شیفت برای ما درست کرده و دیدید که بدون اهمیت به FVG ها می اومده استاپ میزده. چرا؟ این دقیقا همون مشکلیه که اکثر شماها با ستاپ 2022 دارید. باید از تایم بالا شروع کنید. اگر تایم بالاتون بولیشه فقط ستاپ های لانگ بگیرید و در نهایت هم تارگت بای سایدمون میخوره. خب الان میخوایم بپردازیم به یه الگوی ریورسال دیگه به اسم CISD و ببینیم که چه تفاوتی با مارکت استراکچر شیفت داره. CISD یا Change in State of Delivery، حالا به فارسی میشه تغییر در وضعیت تحویل که بهتره بگیم همون CISD. یه الگوی ریورسال قدرتمنده که خیلی ها به عنوان یک الگوی ریورسال اصلی ازش استفاده میکنن، از جمله خود من. و از نظر من شما باید یکی از اینها رو به عنوان الگوی ریورسال مورد علاقه خودتون انتخاب کنید، یا CISD یا مارکت استراکچر شیفت. به طور مثال تو عکس سمت راستی میبینیم که قیمت یک سوینگ بولیش واسه ما درست میکنه و بعد میاد با استات لیکویدیتی ما رو میزنه. خب الان CISD ما کجا میشه؟ اگر شما اوردر بلاک ها رو بلد باشید کاملا شبیه اوردر بلاکه. الان اینجا اوردر بلاک ما کجاست؟ ما به این صورت باید اوردر بلاک خودمون رو رسم کنیم و این دقیقاً میشه همون CISD. پس اوردر بلاک با CISD چه تفاوتی داره؟ میشه گفت تفاوت خاصی ندارن، ولی CISD باید یه لیکویدیتی مهم رو زده باشه که ما بتونیم ازش به عنوان یک الگوی ریورسال استفاده کنیم. اگر برگردید و دوباره ویدیو اوردر بلاک رو ببینید میبینید که ما نیازی نبود حتما یه لیکویدیتی رو بزنیم، اما اینجا توی CISD لازمه که حتما یه لیکویدیتی مهم رو زده باشیم. اولین ورود اگریسیوش هم به این صورته. زمانی که قیمت با دیسپلیسمنت پایینش کلوز میده ورود میکنیم و تیپی خودمون رو حالا روی 1 به 2 قرار میدیم و دلیل اینکه اکثرتون توی ستاپ 2022 پوزیشن هاتون میس میشه به خاطر همینه. توی یه سری مارکت کاندیشن ها که قیمت خیلی سریع حرکت میکنه FVG ها باید خالی بمونه. حالا من در آینده بیشتر راجبش توضیح میدم، ولی ما اصلا نیازی نداریم که قیمت برگرده به FVG و باید با کلوز وارد بشیم. میبینیم که اگر این یک چارت 5 دقیقه باشه، کسایی که روی CISD ورود کردن 5 دقیقه زودتر از کسایی که روی مارکت استراکچر شیفت ورود میکنن میتونن وارد پوزیشن بشن. اما خب گفتم یک ورود اگریسیوه و ممکنه استاپ لاس بیشتر بخورن. توی مثال سمت چپ هم میبینیم که ما مارکت استراکچر شیفت واسمون درست نشده، اما یک CISD با دیسپلیسمنت داریم دقیقاً به صورتی که میبینید و از این هم میشه به عنوان یک الگوی ریورسال استفاده کرد. خب داخل این مثال من چی دارم میبینم؟ میبینیم که قیمت به FVG هایی که میسازه ریسپکت میکنه و در جهت پایین حرکت میکنه. الان هم میبینیم که یک FVG دیگه اینجا واسمون قرار داره و قیمت در نزدیکی رسیدن به این FVG. قیمت به FVG ما برخورد میکنه. بریم داخل تایم 1 ساعته. داخل تایم 1 ساعته چی داریم؟ میبینیم که قیمت داخل این FVG دیلی قرار داره. همینطور اومدیم ما یک بای ساید لیکویدیتی رو سویپ کردیم به این صورت. خب الان اینجا چی برای ما ساخته شد؟ الان مارکت استراکچر شیفت ما اینجاست. الان ما اینجا CISD میبینیم. آره لیکویدیتی زدیم، قیمت داخل یک FVG تایم بالا قرار داره. اینجا آمدیم توی تایم پایین ترش لیکویدیتی دوباره زدیم و میبینیم که یه سری کندل های بولیش اینجا قرار داره که قیمت زیر اوپن پرایس اولین کندل کلوز میده. این هم ناحیه مارکت استراکچر شیفت ما است که به این صورت میتونیم رسمش کنیم. خب نکته اولی که وجود داره اینه که ما از خود این CISD ها میتونیم به عنوان یک ناحیه ریجکشن استفاده کنیم، اما میبینیم که اینجا هم ما یک سل ساید لیکویدیتی داریم به این صورت. قیمت میره جلو، ببینیم چه اتفاقی میفته. خب قیمت تا نزدیکی این سل ساید لیکویدیتی ما میاد و برای ما چی درست میکنه؟ یک سل ساید لیکویدیتی دیگه.
در واقع اینجا چی داریم؟ لو رزिस्टنس لیکویدیتی ران، چیزی که تو قسمت قبلی کار کردیم. بای ساید لیکویدیتی ما کجاست؟ اینجاست. به این صورت مارک میشه. ما از این نواحی انتظار ریزش قیمت رو داریم دیگه به سمت لول های پایین‌تر. اولین لولمون هم میشه دقیقاً این سل ساید لیکویدیتی که اینجا واسمون قرار داره. قیمت میره یه های میزنه و ما میریم توی تایم پایین‌تر. خب من اومدم توی تایم 5 دقیقه یک بای ساید لیکویدیتی دارم که قیمت همین الان زده، یک سل ساید لیکویدیتی دارم و الان اگر اینجا به دنبال الگوی ریورسال باشم باید قیمت این زیر کلوز بده که خب این اصلا واسه ما منطقی نیست. ما انتظار داریم که یک کندل رنگ مخالف ساخته بشه و بعد به همون CIST رو بده. میبینیم که اینجا اصلا نمیتونیم حتی به عنوان مارکت استراکچر شیفت هم استفاده کنیم و باید تا اینجا وایسیم. پس به نظرم بهترین کار اینه که صبر کنیم. قیمت میره یک کندل رنگ مخالف میزنه. اگر این های بزنه خیلی خوب میشه. خب میبینیم که هم قیمت های زد به این صورت، هم زیر این کلوز کرد. ما اینجا یک اوردر بلاک داریم که برای ما یک بای ساید لیکویدیتی از سمت چپ و یک بای ساید لیکویدیتی داخل خود لگش رو زده به این صورت. همین ناحیه میشه ناحیه ورود ما، استاپ بالای های، ریسک به ریوارد 1/2. این ناحیه هم دقیقاً CIST ما هستش. قیمت میاد فعال میکنه و TP2 رو به همون میده. میبینیم که آخرین تارگت ما که این سل ساید لیکویدیتی بود هم خورد به این صورت. تا ریوارد چند میتونستیم بگیریم؟ تا ریوارد 4 به این صورت. خب بریم بپردازیم به یک مثال دیگه. یه بای ساید لیکویدیتی اینجا داریم، مارکش میکنم. یه سل ساید لیکویدیتی هم اینجا داریم، باز مارکش میکنم به این صورت. الان ما انتظار داریم یک طرف این دوتا بخوره و به ما پوزیشن در جهت برعکس بده. خب بای ساید لیکویدیتی ما سویپ شد به این صورت. الان ما انتظار داریم که قیمت پایین این واسه ما کلوز بده. میبینید که اگر ما میخواستیم اینجا مارکت استراکچر شیفت بگیریم یکم واسه ما سخت‌تر میشد. حالا سوینگش به این صورته ولی یکم واسه ما تشخیصش سخت‌تر بود. قیمت میاد پایینش کلوز میده. روی همین ناحیه CIST یک فرصت وروده. قیمت میاد بهش بر میگرده. ناحیه 50% ریسپکت هنوز. اگر قیمت زیر این کلوز بده این برای ما میشه چی؟ یک پروپورشن بلاک. قیمت میاد زیرش کلوز میده. این ناحیه الان برای ما مهمه. میتونیم اینجا ورود کنیم با استاپ اینجا. قیمت برمیگرده بهش و تمام. اینجا هم ناحیه ما رو میزنه، همین سل ساید لیکویدیتی. پس دیدید که توی تایم‌های پایین هم میتونیم ازش استفاده کنیم و تشخیص CIST خیلی راحت تر از مارکت استراکچر شیفته. اما خب ورودهای خیلی اگریسیو تری داره و ممکنه استاپتون خیلی راحت تر بخوره. خب دوستان اینم از قسمت 6م. برای تمرین حتما 5 مثال از مارکت استراکچر شیفت و 5 مثال از CIST داخل گروه تلگراممون قرار بدید. حتما چکشون میکنم و با هم بررسیش میکنیم. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و نظرتون رو چه مخالف چه موافق داخل کامنت ها بنویسید. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.